سلطان قلبم. گفتم اینجا چه خبره؟ این چیه؟ سرورم تو اتاقش پیدا کردم. منم میخواستم بیارم براتون. خدا میدونه چی توش نوشته که تو صندوق دربسته قایمش کرده بود. ببینم چی نوشته. مثل گوسفند قربونی زور زنیم به هم؟ روزهاست با خیال این لحظه من زندگی کردم. فکر کردین کارایی که کردیم بی جواب میمونه؟ فتاح چی کار میکنی؟ سلاحتو بیار پایین. ما رو بکشی چی گیرت میاد؟ درد تو طلاست میدونم. پایین تو صندوق پر از طلاست. هر چقدر بخوای میتونی برداری یا بری. کسی هم نمیتونه دهنتو ببند. آقا خلیلدین رو یه بار امتحان کردیم. دیگه تا شما رو نکشم آروم نمیشم. دعای آخرتون رو بکنید. دیگه راه فرار وجود نداره. میدونی چرا هیچ وقت موفق نمیشی فتح؟ چون نمیتونی همه چی رو درست حساب کتاب کنی. سلطانم چی کار داریم میکنیم؟ جم نخور. سلطانم باور کنی من تقصیری ندارم. فکر کردم مرده. از کارای نصف نیمه تو خسته شدم دیگه آقا خلیل. وقتشه که کاریو که شروع کردی تموم کنی. یادته میگفتم تو رو بیشتر از خودم دوست دارم؟ درسته. خیلی دلم تنگ شده برات ولی به قصد خیلی عادت کردم. شاگردام همه وقتمو پر میکنن. به خصوص پادشاه. ممکن نیست تحت تاثیر شخصیت و عظمتش قرار نگیری. نگران من نباش. خوبم. به امید دیدار. آنا نمیتونه همینقدر باشه. باید چیزای دیگه هم نوشته باشه. مثلا چی؟ فکر میکردی چی تو این نامه نوشته شده باشه که چیزی که مال تو نیست و بر میداری؟ سرورم من فکر کردم یه چیزایی رو قایم میکنه. هوشیار. مثلا تو مادر شاهزاده ای. به جای اینکه با تربیت پادشاه آینده مشغول باشی با چه چیزایی سرگرمی؟ این رفتار برازنده توه. ببخشید سرورم. نامتو بگیرانم. تو حرم سرا همچین چیزایی نمیخوام. به هیچ وجه تکرار نشه. البته سرورم. سلطانم من همیشه به شما وفادار بودم. مگه به من شک داری؟ به وفاداری تو هیچ شکی ندارم. پس چرا منو زدین سلطانم؟ واسه یه به دست آوردن اعتباری که از دست دادی آقا خلیل. الان فتاحو برمیداری میری قصر رو میگی وارد خونه تو شده تا تو رو بکشه، ولی تو موفق شدی اونو بکشی. اینجوری همه بهت اعتماد میکنن. به لطف من پیش همه قهرمان میشی. آفرین به ذکاوتتون سلطانم. عالی هستین سلطانم. این چطور ممکنه؟
اون نامه رو عوض کرده حتما، وگرنه دلیلی نداره اینقدر مضطرب بشه. یه کاسه زیر نیم کاسه است گلزار. سلطانم، به نظرم از روی عصبانیت نمیتونین منطقی فکر کنین. نام دست آقا خیرالدین بوده، اون به هیچ وجه به شما خیانت نمیکنه. پس باید یه چیز دیگه باشه. اوف، دارم دیوونه میشم. گلزار برو بیرون، هیچ کسم نیاد تو. نمیخوام هیچ صدایی بشنوم. فقط به خاطر رفاه من برخلاف وجدانم این کار رو قبول کردم. سفیر اعظم با تهدید زندگی شما منو هم بازیچه این بازی پستش کرد. تو خونه پادشاه جاسوس شدم، ولی الان به خاطر شما همه چیزو اعتراف میکنم به پادشاه. آی 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 آی. میدونم راه برگشتی نیست و غیره و غیره و غیره. میبینید چقدر زشته زفیر؟ جوانای امروزی اصلا قدرشناس نیستن. اصلا این موضوعات بین خودمونه. مگه میشه اینا رو به پادشاه گفت؟ خوبه که به موقع فهمیدید، وگرنه بدتر از این حرفا میشد قربان. میدونم. آنا به یه تنبیه نیاز داره زفیر. نمیخوام عجله کنم، بذار خوب فکر کنم. باید یه کاری کنیم که آنا حساب کار دستش بیاد، چیزی که برای اون دردناک باشه. خیلی سرورم، همونطور که دستور دادین حمله کردیم، ولی چی؟ فتاح قبلش فرار کرده بود. اگه نتونی بگیریش معلومه فرار میکنه آقا موسی. سربازا از 4 طرف محاصره کردن. به نظرم زیاد طول نمیکشه که دستگیرش کنن و بیارنش. کدوم گوریه این آدم؟ سرورم ببخشید بی اجازه اومدم، ولی وضعیت اضطراریه. اینو باید بگم. سرورم، فتاح حرومزاده رو کشتم. سرورم، گوش میکنم آقا خلیل. تعریف کن ببینم چطوری شد. فتاح حرومزاده حمله کرد به خونم سرورم. نمیدونم از کجا سلاح گیر آورده بود. گذاشت روی پیشونیم، میگفت هرچی طلا داری بده. معلوم بود که چاره‌ای براش نمونده. میخواست فرار کنه بره. گفتم تسلیم شو، ولی فایده ای نداشت. دیدم نصیحت فایده ای نداره. به بهونه آوردن طلا رفتم سلاح آوردم. بعدش هم که دیگه میدونین سرورم، به هم دیگه شلیک کردیم. اون به پای راست من زد، ولی من موفق شدم اونو بکشم. فتاح ملعون خودشون همه ثروت داشت، چرا اومد سراغ تو؟ در حالی که هیچ دشمنی هم بینتون نبود. سرورم، هر کی دشمن شما باشه با منم دشمنه. این حرومزاده جای منو میدونست. اینو میدونست که با زن بیمارم تنها زندگی میکنم. حتما به همین خاطره جلوی اون حرومزاده رو گرفتن نصیبم شده. خدا رو شکر میکنم سرورم، هزاران مرتبه شکر. به خیر گذشت آقا خلیل. کاری که کردی شایسته تقدیره. حالا برو استراحت کن، زود خوب شو، بعد بیا سر کارت. هرچی پادشاه دست داد. فتاح خائن رو برای عبرت توی میدون سلطان احمد دار بزنید. درس عبرتی بشه برای ملعونهایی که قصد خیانت دارن، که بدونن عاقبتش چیه. چشم سرورم. سرورم، یه چیزی ذهنم رو مشغول کرده که میخواستم عرض کنم. البته که تصمیم با شماست، ولی این آقا خلیدو خیلی زود نبخشین. چی کار میکردم نامیک؟
وضعیت مشخصه. گفته بودم هر کی فتاحو بیاره پاداش میگیره و اون کسی که پاداش لایق شد آقا خلید. آقا خلید؟ در حالی که انتظار داشتم اون خائنو تو بیاری. اشتباه کردم. نگهبانا رو بسته و از در پشتی اومده و کسی نفهمیده. قصر تابستونی رو دادیم تعمیر کنن و قصر زمستونی هم امنیت نداره. چند تا نگهبان دیگه به در پشتی اضافه بشه. اطاعت سلطانم. خدا رو شکر که به موقع رسیدم. خدای نکرده اگر دیرتر راه میافتادم حتی نمیتونم به اتفاقاتی که قرار بود بیفته فکر کنم. حق با توه والدم. این روزا شانس با منه. اسما خواهش میکنم خودتو از من دور نکن دیگه. میبینی که کاری نیست که به خاطر تو انجام ندم. میدونم والدم، مگه میشه ندونم؟ نزدیک شدن به آدم قوی تو فطرتته. تو گذشته اینو با ناراحتی تجربه کردی. واقعا مطمئنم به خاطر این هر کاری میکنی. نه صالحه، من خیلی فکر کردم، از نامه نوشتن منصرف شدم. این کار ممکن نیست، برای من یه توهمه. بازم منصرف شدی؟ به خود عصبانی میشم دیگه. چی کار کنم؟ نامیک پاشا اصلا منو نمیبینه. من تو رویا زندگی میکنم. گلفتان این که الان رو برمونه نامیک پاشا که نیست. آره اونه. برگرد. چرا برگردیم؟ برو رو در رو شو. نمیتونم. باشه تو مجبورم کردی. سلطانم، واقعا منو ببخشید. حواسم به این برگه ها بود. نه مهم نیست. ای بابا، همش قاطی شد. اینا رو شما نوشتین؟ بله. چقدر خوبه که یه خاتون انقدر حرفه‌ای باشه تو این کار. به زودی رقیب پادشاه میشی. در اون حد نیستم، همینجوری مشغولم باهاش. اینقدر متواضع نباش. به خودتون باید افتخار کنین. من اینو دیدم و بهتون افتخار میکنم. ممنونم. روز خوش. روز خوش. گلفتان دیگه حق نداری اعتراض کنی. باید نامه رو بنویسی. دیدی اونم به تو علاقه داره. دیدی چیو گفت؟ سرورم، طبق معمول اینجا هم از افزایش اطلاعات بحث شده. پس روز به روز بیشتر به قصر عادت میکنی؟ بله سرورم، چون من اینجا رو مثل خونه خودم میبینم. عالیه. دیگه چی نوشته بودی؟ تحت تاثیر عظمت و شخصیت من نمیشه قرار نگرفت. درسته؟ همینا بود دیگه. راستش خب کی میتونه تحت تاثیر قرار نگیره؟ من بقیه رو کاری ندارم، نظر تو رو میگم. خب سرورم، قرار بود به من خطاطی و خوشنویسی یاد بدین. فکر کنم فراموش کردم. بحث رو عوض نکنم. هدفم عوض کردن بحث نیست. واقعا میخوام یاد بگیرم. خیلی خوب، بگی بشین. واقعا؟ آره واقعا، بگی بشین. چشم. حالا که اینقدر علاقه داری، اول قلم رو بردار. درس اول،
قلم و اینطوری دست نمیگیرن. باید اینجوری بگیری، یکم خمش کنی. سلطانم، از حکیم دارو گرفتم، از آشپزخونه هم سوپ آوردم بخوریم، بلکه یکم دردتون کم بشه. نمیخوام. باشه سلطانم. معلم پیش پادشاهه؟ نمیشه تحت تاثیر عظمت و شخصیت پادشاه قرار نگرفت. با دستای خودم میخوام خفش کنم این زن. سلطانم اینقدر خودتون رو اذیت نکنین. شاهزادم خیلی نگرانه، میخواد بیاد پیشتون. هیچ کسا نمیخوام گلزار. به شاهزاده هم یه چیزی بگو خودت. بی خودی غذا هم برام نیار. میخوام تنها بمونم. همه چی از نقطه شروع میشه. بقیه چیزا نسبت به اون شکل میگیره. خطات سعی میکنه حرفو بنویسه و اونو به بهترین شکل خودش ترسیم کنه، نه یه واقعیت که یه رؤیا، یه حس رو ترسیم میکنه. نقاشی به بهترین شکل طبیعت و حقیقت رو به تصویر میکشه، ولی خط از طبیعت الهام نمیگیره. حرف خودشو میزنه. شما خیلی هنرمند بزرگی هستید. من اصلا اینجوری نمیتونم یاد بگیرم. لازمه خطاطی صبره، مثل زندگی. نباید خسته شی، باید تحمل کنی. بدون فرار کردن از احساساتت باید زندگی کنی. ولی آدم گاهی هر چقدرم که بخواد نمیتونه. زندگی خیلی کوتاه‌تر از اونیه که بخوای تردید کنی. یعنی آدم ترسو از همه زیبایی ها محروم میمونه. آدم نباید زندگیشو با غم نرسیدن به خواسته هاش حروم کنه. با اجازتون من این خطو دوست دارم بردارم. البته. دیر شده. اجازه با خودت. من چیم شده؟ نمیشه، قطعا نمیشه. چی داری با خودت صحبت میکنی؟ هیچی نتونستم بشنوم. انبر آقا این چه کاریه؟ دست از سرم بردار. چی شده باز کیفت کوکه؟ یه اتفاقی داره میفته بگو. نمیفته، نخواهدم افتاد. بازم با پادشاه فقط صحبت میکنی؟ به حرف قشنگه، یه کاری میکنین ولی صحبت یا نه نمیدونم. انبر آقا بس دیگه، یه رازی میخوام بهت بگم. نگو. میگم ولی به کسی نمیگی. نگو نکن. من شبا میرم پیش پادشاه چون که با هم دیگه فرانسه کار میکنیم. فهمیدی؟ تنها کاری که میکنیم اینه. از تو یاد میگیره فرانسوی؟ بله. خوشت نیومد؟
آها، تو واسه همین انقدر میمونی اون تو. دیگه دنبالم راه نیفت و چیزایی که گفتم و به هیچ کس نگو. تعریف کن آقا خالد، چی کار کردی؟ سلطانم، همونطوری که شما دستور دادین گفتم که فتا به خونه من حمله کرده و منم کشتمش. باور کردم؟ خیلی هم زیاد. بهت گفته بودم. به لطف شما دوباره اعتماد پادشاه رو جلب کردم. حتی گفت که سری خوب شم و سر کارم برگردم. عالیه. سلطانم، امروز یه بار دیگه از کارتون متحیر شدم. امیدوارم که خیلی زود حکمران بزرگی برای این سرزمین. تاریخ با امید نوشته نمیشه، با عزم و تلاش کردن رقم میخوره آقا خالد. به اندازه کافی منتظر موندیم. دیگه زمانه به دست گرفتن قدرت رسیده. هم بفرمایید سلطانم. محمود با اصلاحاتی که انجام میده هر روز باعث نفرت ینیچری میشه. از الان ینیچری اسلحه خونه و لشکر جدید و تهدیدی برای خودش میبینه. برای آشوب منتظری یه فرصته. این فرصت رو باید بهش بدی. یا آتیش باید روشن بشه آقا خالد، یا آتیش انتقام. کاری که ما باید انجام بدیم فقط روشن کردن این آتشه، ولی این بار باید آتشی باشه که خاموش کردنش ممکن نباشه. کجا میگردی ندیمه؟ از پیش شاهزاده دارم میام. آها، باشه. آقا انبر، به من فقط تو میتونی کمک کنی. خیر ایشالا، چی شده؟ سلطان هوشیار سرش درد میکنه دوباره، چشماشو نمیتونه وا کنه، ولی نه غذا میخوره نه دارو. شاهزادمو گیر داده والدمو میخوام، به زور خوابوندمش. خب چی شده؟ مشکل چیه؟ به خانم معلم حسودی میکنه. الهی، مشکل همینه؟ آره. خدا درد دیگه ای نصیب نکنه. باشه، من حرف میزنم باش. حریف زبون من نمیشه. همشن بر همه جا که نمیتونم باشم. خدا رو شکر میکنم که مورد لطف و محبت شما قرار گرفتم. میخوای آخرش هم یه آمین بنویس گلفدون؟ یعنی میگی خوب نشد؟ معلومه که نشد. مگه میخوای خوابش ببره با نامت؟ پس تو بگو بنویسم. باش. از روزی که شما را دیدم از عشقتون دیوانه شدم و دارم میسوزم. صالحه چیه خب؟ من نمیتونم این چیزا رو بگم. خیلی خوب، پس چی کار کنی؟ بی خیال میشی. وای از دست تو گلفدان سری کم میاری. به نظرت شعر بنویسم؟ فکر خوبیه. به نظر تو خوبه؟ دل من نه در پی آسمان است و نه لاجورد. آه دل، این دل فقط می رود در پی درد. بدون تو سلامتی در این تن نخواهد بود و حتی آرامش جان در بدن نخواهد بود. مجنون ز کجا داند قانون راز و نیاز؟ عاشق است و او فقط محبت می داند و ناز. صالحه؟ ها؟ چی؟ چطور بود؟ به نظرم یه کمی دیگه باید فکر کنی. سلطانم، مادر یکی دونه شاهزادمون، عزیزترین زن قصر، سوگالی پادشاهمون. پرچونگی نکنم برآقا، هرچی میخوای بگو برو. سلطانم، شنیدم که غذا نمیخوری، دارو نمیخوری، ولی اینجوری که نمیشه. ما به پادشاه چی جواب بدیم؟ فکر کردی من برای پادشاه خیلی مهمم؟ میخوام تنها بمونم، هیچی نمیخوام. من درد شما رو میدونم سلطانم، اما باور کنین بیهوده نگرانین. بین پادشاه و معلم اون چیزی که فکر میکنی نبوده اصلا. باور نمیکنم. والا بلا چیزی نبوده. ببین، بینمون یه راز بمونه. شبا فقط فرانسه کار میکنن.
فرانسه کار میکنن؟ آره، فقط کسی نفهمه. مخفیانه است. خدایی نکرده به گوش پادشاه برسه معلممون چطور میشه. نگران نباش. تعریف کن ببینم موضوع چیه؟ خب موضوع اینه. میدونی چی کار کنی دیگه گلزاراره؟ میدونم سلطانم. به کل حرم سرا میگم معلم داره به پادشاه فرانسه یاد میده. یادت نره بگی خیلیم به این موضوع افتخار میکنه و پوز میده. بروی چشم. شما کجا میرید سلطانم؟ خب یکی هم باید به معلم ها خبر بده. آنا تو از کی بیدار شدی؟ اصلا نخوابیدم. به نظرت چطور شد؟ خیلی خوبه. اما علاقه به خط از کجا آمده ها؟ معلومه از پادشاهم. سر به سرم نذار آیپری. آره پادشاه یادم داد، ولی من کلا دوست دارم همه چی رو یاد بگیرم. مشخصه. خیلی هم موفق شدی. واقعا؟ امشب صدام کرد نشونش میدم ببینم میپسنده یا نه. کبوتر اون پسندیده. اون چیزی که باید بپسنده رو پسندیده. خوبه. ممنونم. اومد آقای فداکار. آقا خالد اذیت میشی؟ آره، زخمم تازه است. دیروز با اون حال افتادی دنبال فتح و کشتی اونو و بعدم کشیدی تا اینجا تا قصر آوردیش. خیلی عجیبه. امیک پاشا، به جای اینکه دنبال من بیافتی کاش دنبال فتح میرفتی. اون وقت نیازی نبود منم زخمی بشم. دستور اعلی حضرت سلطان محمود خان. خیلی خوب صدراعظم، اوضاع چطوره؟ سرورم، مراد دوباره بلند شد، ولی به اذن خدا کشتی همون مهمات لازم رو میرسونه. باور کنید این آشوب به طور کامل سرکوب میشه. عالیه. یه نامه به دست من رسیده اکسلنس. برای شکست مورها صحبت از یک کشتی حمل اسلحه توی استانبول هست. فهمیدی؟ این که مقصد کشتی کدوم اسکلت رو پنهون میکنن. ما باید اینو بفهمیم. بعد قبل از اینکه اون کشتی به اسکله بره کارش رو تموم کرده باشه. پادشاهمون فکر خوبی کرده، اما من فکر بهتری دارم. بهتره روش فکر کنم. تو بندرگاه در حضور همه یک کشتی روسی که پرچم فرانسه رو داره به کشتی عثمانی حمله میکنه. اون وقت برای عثمانی راهی جز این که با روسیه وارد جنگ بشه میمونه؟ نه نمیمونه. خیلی فوق‌العاده است. اینو سریع به گوش پادشاه میرسونم. خب و میتونیم بفهمیم این اسکله کجاست؟ البته فقط یکم زمان لازم دارم. هر طور مایلی. آقای سرگئی، برنامه ها چطور پیش میره؟ سرورم، متاسفانه یه مشکلی پیش اومده. قطعاتی که برای به کار انداختن اسلحه ها لازمه تو پایتخت پیدا نمیشه. خوب پرسجو کردیم؟ تحقیق کردیم سرورم، واقعا موجود نیست. از راه دریا میشه وارد کرد. آقای سرگئی، تو میتونی خودت این قطعاتو بسازی؟ در این باره فکر کنم بتونم این کار رو انجام بدم سرورم. عالیه. پس خودمون قطعاتی که لازم داریم رو میسازیم.
از بهترین دانش آموزامونم انتخاب کن و یادشون بده که کمکت باشن. از استادای ماهرمون که توی کار توپ و تفنگ هستن هم میتونی کمک بگیری. خیلی به کارت میاد. با کمال میل سرورم. آقا خیرالدین، تو هم به همراه علما یه لایحه‌ای در این خصوص آماده کن. این کار باید تا حد ممکن سریعتر انجام بشه. قرار بود به کارهای مهندس رسیدگی بکنی، اون قرار بود کار بکنه اما جون داره میکنه. تو نگران نباش ژان پیر، مهندس فکر میکنه که زنده میمونه، اما چیزی به مرگش نمونده. ببخشید سرورم. حالت خوبه جناب سرگئی؟ اگه میخوای حکیم یه معاینت بکنه. ممنون سرورم، فعلا نیازی نیست. فکر کنم به خاطر هواست. گمون کنم هنوز عادت نکردم. پس میتونی بری. اعلی حضرت، موضوع سلاح به کنار، ولی اگه قطعات رو هم خودمون بسازیم هزینه های زیادی به همون تحمیل میشه. پس باید هزینه ها رو از جاهای دیگه کاهش بدیم. اما از کجا سرورم؟ سرورم، یه موردی توی ذهنمه که میشه هزینه ها رو کاهش داد. همونطوری که هممون میدونیم حساب کتاب اسامی یانیچری از دستمون در رفته. اسامی یانیچری دست کساییه که هیچ ارتباطی بهشون نداره. تعداد کسایی که اغذیه میگیرن چند برابر تعداد کسایی که میرن جبهه، چون اسامی پیاده نظامایی که فوت شدن ثبت نشده. انگار که این پیاده نظاما هنوز زنده. یه عده‌ای با استفاده از برگه اونا اغذیه میگیرن و کاملا درسته آقا خلید. این موضوعیه که خیلی وقت تو فکرمه اما نتونستم عملیش کنم. اگه اسامی رو ثبت کنید هم از این بار خلاص میشیم، هم برای اسلحه خونمون بودجه جدید تأمین میکنیم. ولی سرورم، یانیچری هنوز با آموزش اصول جدید و سلاح جدید مشکل داره. حالا با این موضوع ثبت اسامی مثل این نیست که با کبریت سمت آتش بریم؟ نامیک پاشا قرار نیست با رو در وایسی از یانیچری کشور اداره کنم. اسامی باید ثبت بشه. خیلی زود باید مشخص بشه که کی سربازه کی نیست. خودت شخصا به این موضوع رسیدگی کن. چشم سرورم. دستور میدم اسامی که دست اهالی هست با جریمه ازشون گرفته بشه. هر کسی مقاومت کنه باهاش به اندازه جرم خودش برخورد میکنه.